الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اختیار کردیم به نام نشانه های قیامت است. در این سخنرانی امروز انشاءالله به مشیت الله عزوجل نشانه های صغرای قیامت به خوانش میگیریم. انشاءالله در هفته آینده نشانه های کبرا و علامات الکبرا روز قیامت به خوانش انشاءالله میگیریم به شکل مفصل. رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف الله مکلف بودن که اما خیری که است باید امت خود را باید بیان کنند و از همه شر که است باید امت خود بر حذر باید بدارند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چون نبی بود و رسول از طرف الله عزوجل لذی مطلقا در این چیز سهلنگاری در رسول الله رخ نداده و رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی الله عزوجل به شکل کامل برای امتش بیان کرده. از جمله نشانه‌های روز قیامت. در ارتباط به روز قیامت طبیعی است که ما شما میفهمیم الحمدلله که واقعی همه مسلمان همی است که ما به روز قیامت ایمان داریم. اما روز قیامت چی وقت فرا میشه، در کدام روز، در کدام سال، این چیزی است که مربوط الله عزوجل میشه. یعنی علم است که الله عزوجل را به خود ویژه و مختص به خود ساخته. یعنی کسی از این مطلق آگاهی نداره. قیامت در کدام روز، مثلا در کدام سال، در کدام وقت برپا میشه، چند سال بعد برپا میشه، این مطلقاً نه به کدام آیت است، نه کدام حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود دلالت به این میکنه که علم الساعه است. این شما آیت با خوانش کنید به شکل مختصر. این مربوط به الله عزوجل میشه. حتی رسول صلی الله علیه و سلم به این خبر نداده. رسول الله صلی آگاهی نداره. هیچ نبی و هیچ ملک، هیچ کسی و هیچ ولی از این آگاه نداره که قیامت چه وقت برپا میشه. اما طبیعی است رسول صلی الله علیه و سلم در احادیث مثل الله عزوجل قرآن کریم بعضی علامات یا نشانه‌ای را بیان کردن که دلالت به این کنه که دلالت به نزدیکی روز قیامت کنه. و طبیعت از حکمت از این اشاره‌ای که الله عزوجل میکنه رسول صلی الله علیه و سلم میکنه من جمله در ذکر، در وحی ذکر میشه چی وحی جلی باشه، وحی خفی باشه. یک متای خیلی زیاده نفسه کی است دلالت به حقانیت اسلام کنه. یعنی به ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مراقبه مثلا میذاره که مثلا در سالهای که بعدی از شما چنین فتنه ها به وقوع میپیونده، چنین امور بسیار بزرگ مثلا به وقوع میپیونده. این دلالت به این میکنه وقتی که به وقوع میپیونده این مجموعه را مشاهده میکنه. دلالت به چی میکنه؟ به حقانیت رسول صلی الله علیه و سلم. دلالت به این میکنه که کتاب که است قرآن کریم این کتاب الله عزوجل است. قسم که الله عزوجل به این اشاره میکنه. دوم به این است که امت خود بر حذر میداره از فتنه هایی که در آینده میآید. که باید امتش باید چی باشه؟ باید بیدار باشه. ما باید در این فتنه ها واقع شویم. و دیگه در پالیزی باید امت هر فرد مسلمان وقتی که همچه علامات مشاهده میکنه آمادگی باید بسیار زیاد را به این نشان میده که به ملاقات الله عزوجل. یعنی به این معنی که روز رسیدنی است که دنیا اما ویران میشه و الله عزوجل همه گیره که در روی زمینش در آسمان زمین هم را قبض روح میکنه الله عزوجل و یک صفحه جدید، دنیای جدیدی که روز قیامت باشه شروع میشه. در یک حدیث از حذیفه ابن الیمان که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت میکنه میگه که لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعه الا ذكره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما روز خطبه داد و در این خطبه میگه همه چیز را که به روز قیامت به وقوع میپیونده ما را دو خبر ساخت رسول صلی الله علیه و سلم. در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم است که ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری روایت میکنه که رسول صلی الله علیه و سلم میگه با ما نماز صبح ادا کرد. صعد المنبر بالا شد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وقت نماز ظهر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه دادند. سپس نماز خواند. بعد از نماز ظهر دوباره پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میشه صعد المنبر تا به نماز عصر تا به نماز دیگر خطبه دادند رسول صلی الله علیه و سلم. سپس از این میگه باز دوباره نازل شدن نماز خواندن، باز دوباره بلند شدن تا وقتی که آفتاب غروب میکنه بر ما خطبه دادن. ببینید یک مدت بسیار طولانی، یک مسافت طولانی بسیار زیاد از نماز صبح تا به نماز شام. فاخبرنا بما كان بما هو كائن فعلمنا احفظنا. که رسول صلی الله علیه و سلم در این مدت مسافه زمانی طولانی که از نماز صبح گرفته تا به نماز شام باشه به همه امور که وقوع می‌پیونده در آینده
تا به روز قیامت همگی ما را آگاه ساختن رسول صلی الله علیه و سلم. اعلمنا احفظنا، بهترین ما کی است؟ یعنی کسی که داناترین ما کسی است که از این چیزا را حفظ کرده باشه. از این خاطر ما میبینیم که در کتب احادیث، در کتب حدیث صحابه به روایت مختلف، به الفاظ مختلف همین مسائلی که رسول صلی الله علیه و سلم برسان بیان کرده به در روز و در روزهای دیگه همگی چی میکنن؟ بیان میکنن با امت رسول صلی الله علیه و سلم تا ما هیچ از این آگاهی داشته باشه. درباره از که روز قیامت که از روز تنها الله عز و جل میدانه و کسی از این آگاه نیست، آیت قرآن کریم خیلی زیاد است که دفاع و چند آیت میکنیم. سوره احزاب آیت 63 است. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألک الناس عن الساعه، ای رسول صلی الله علیه و سلم تو مردم از قیامت سوال میکنن چه قیامت فرا میرسه؟ قل انما علمها عند الله، بگو که علم قیامت کس نزد الله عز و جل است. و ما یدریک، و تو تسکر میدانه که لعل الساعه تكون قریبا، یہ قیامت قریب باشه و نزدیک باشه. همچنان در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث جبریل که حدیث معروفی است، از جمله سوالی که رسول سلام کرده کی بود که قیامت چه وقت به وقوع میپیمانده، چه وقت میآید؟ رسول الله سلام برای جواب چه میدن؟ میگن ما از تو که بهتر نمیفهمم، ما از تو که بهتر، یعنی ما کسی که سوال کرده تو من نمیدونم تو میدانی. حدیث بسیار معروف است که کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر بن خطاب روایت میکنه که ما در مجلس نشسته بودیم، یک نفر داخل شد در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم، کالای سفید به جانش بود و ما او را نمیشناختیم و نشانه از نشانه سفر در او مشاهده نمیشد. یعنی بیمن یک نفر در قریه داخل میشه هیچ کس او را نمیشناسه، دلالت به این میکنه که حتما از یک جای آمده باشه در قریه دیگه، در حالی که نشانه سفر هم در این نیست. نه خاک، لباس بسیار زیبا و لباس باز کاریده که انسان بسیار زیبا نزد رسول الله آمد، دو زانو خود پیش زانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم زد. بعد از سوال میکنه که ایمان چیز، اسلام چیز، جمله میره سوال میکنه. باز عمر بن خطاب میگه باز رسول الله ما را آگاه ساخت. چند روز بعد کسی که آمده بود جبریل بود، جبریل علیه السلام بود و چیزی که جبریل علیه السلام بود آمده بود شما را دین شما را چه میگه امام مختار. در این رسول الله پرسان میشه قیامت چه وقت میآید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما از تو که آگاه‌تر نیستم. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میشه که درباره علاماتش بگو، درباره نشانات. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم بعض مسائل ذکر میکنه که ان شاء الله ما شما در این باره چه میکنیم. در یک حدیث دیگه رسول الله روایت میشه که امام احمد ابن ماجه و حاکم روایت میکنه از عبدالله ابن مسعود که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در شب اسراء ما با ابراهیم و موسی و عیسی ملاقات کردم. یک معراج است که به طرف آسمان است که اسراء مکه و بیت المقدس که رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر کرد. فتذاکروا امر الساعه، ما چی کردیم؟ روز قیامت چی کردیم؟ یادآوری کردیم که چی وقت واقع میشه. گرفتیم پیش ابراهیم علیه السلام، امر خود به ابراهیم علیه السلام بردیم. ابراهیم علیه السلام گفت من چیزی نمیدانم از چیزی. باز به موسی علیه السلام گفت من نمیدانم. بعد به عیسی علیه السلام گفت من نمیدانم. اما این گفت میفهم که آمدنی است، خودی نمیفهم که چی وقت. و صرف عیسی علیه السلام گفت که الله با ما عهد کرده و فی ما عهد، چیزی که با ما عهد شده امی است که دجال بیرون میشه. دجال یکی از خروج دجال، خرسنت دجال یکی از نشانهای کبرای روز قیامت است. ان شاء الله در هفته آینده رو با خوانش میگیریم. و عیسی علیه السلام وقتی دجال خروج میکنه میگه نزد ما دو شمشیر است یا دو کمان. وقتی که میگه مرا میبینه مثل از اینکه نمک در آب زا و شمشیر گذار بشه. این دلالت به این میکنه که اما انبیا ابراهیم، موسی، عیسی علیه السلام همه که رسول صلی الله علیه و سلم از روز قیامت چه وقت با وقوع بهمان از این مطلق آگاهی ندارند. درباره علامات قیامت، علما علامات قیامت به دو دسته تقسیم میکنند. یکی علاماتی است قیامت، نشانه قیامت مشابه علامات قیامت، یکی علامات صغرا است، یکی علامات کبرا. علامات صغرا و علامات کبرا. عده از علما هستند همین علامات صغرا را به دو بخش تقسیم میکنند. یکی علامات نشانهایی که به وقوع پیونده و تیر شده، یکی نشانهایی که پیوسته ادامه داره. اینا به چیز کم متوجه باشیم. گفتیم علامات قیامت که به دو قسم تقسیم میشه، صغرا و کبرا. بعد علما علامات صغرا را به دو بخش تقسیم میکنند. علامات کوچک قیامت، یکی علاماتی که تیر شده، یکی علاماتی که تا به وقتی که علامات شمی علامات کبرا می به وقوع میپیونده. رسول الله صلی الله علیه و سلم از علاماتی که ما را خبر داد همی است که از علامات صغرا، بعد شما از علامات صغرا رو بخوانش میگیریم. اولین علامات صغرا همی است بعثت رسول صلی الله علیه و سلم. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه
بعثت انا والساعه كهاتین، میگه ما و هاتین، رسول الله صلی الله علیه و سلم با دو انگشت سبابه و وسطا اشاره میکنه به این شکل که ما و قیامت به این شکل مبعوث شدیم، یعنی به این معنی که بین ما و قیامت دیگه چیزی نیست. در حدیث دیگه روایت دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت مبارک خدا به دیگر چی کردن؟ در پیمان کردن به این شکل، یعنی به این معنی که بعد از ما قیامت آمدنی است. این دلالت به این میکنه به نزدیکی روز قیامت. رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ما و قیامت به این شکل مبعوث شدیم، وقتی ما مبعوث شدیم یعنی بعد از ما قیامت میاد. در دیگه حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم روایت است که بعثت فی نسم الساعه، ما در اول قیامت مبعوث شدیم با امت رسول صلی الله علیه و سلم. دلالت به این کنه که بعثت رسول صلی الله علیه و سلم از نشانه های صغرای روز قیامت است، یعنی به ایمان قیامت آمدنی است بعد از رسول صلی الله علیه و سلم. وفات رسول صلی الله علیه و سلم بزرگترین مصیبت در تاریخ بشریت است. وفات رسول صلی الله علیه و سلم از جمله چی از نشانه های صغرای روز قیامت است. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه که یکی از جمله علامات قیامت که است، حدیث که بخاری روایت میکنه رحمه الله، رسول صلی الله علیه و سلم وفات است. وقتی که من دنیا پر درود میکنم و دنیا وقتی که رحلت میکنم به سوی آخرت، این یک از علامات است که دلالت به این کنه که من نزدیک روز قیامت در این شکل نیست. وفات رسول صلی الله علیه و سلم بزرگترین مصیبت در جهان اسلام بلکه در تاریخ بشریت بود صلی الله علیه و سلم. روایت مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعه، حدیث مسلم است. از جمله اشراط الساعه که نشانه روز قیامت فتح بیت المقدس، فتح فلسطین. رسول صلی الله علیه و سلم از جمله در حدیثی که بخاری روایت میکنه رسول صلی الله علیه و سلم میگه فتح بیت المقدس که است از جمله علامات روز قیامت. قبل از روز قیامت بیت المقدس مسلمانان فتح میکنن و فتح بیت المقدس در سال 16 هجری رخ داد که عمر بن الخطاب در خلافت امیر المؤمنین الخطاب این منطقه که میشه فتح میشه و عمر بن الخطاب خود سفر میکنه از کجا؟ از مدینه سفر میکنه بیت المقدس و کلید شهر چی میکنه از نصارای اون منطقه تسلیم میشه رضی الله عنه. که دلالت به این میکنه که یعنی وقتی که ما میگم علامات روز قیامت دلالت به این میکنه که بعضی علامات در ذات خود چی نیست، یعنی بعضی علامات مثلا ما شما رو مخالف میگیریم ان شاء الله دلالت به این میکنه که در حقیقت مضمون باشه یا مثلا و علامات خوب مثلا نباشه. نه، علامات را که رسول الله ذکر میکنه در بعضی علامات مثلا بعضی فتنه ها است در این شکل نیست که مضمون است، اما بعضی است که مثلا بگوییم مثلا فتح بیت المقدس اینجا که این بشایر خیر است با امت رسول صلی الله علیه و سلم خود در عین وقت دلالت به این میکنه قیامت چی از نزدیک است. از جمله علامات روز قیامت که است علامات صغرا که است طاعون امواس. طاعون یک نوع مرضی است. رسول صلی الله علیه و سلم از این خبر میده که مرضی است اگر در جای رسول صلی الله علیه و سلم در جای طاعون شما دیدین که مرض طاعون آمد از اون سرزمین شما باید سفر نکنین به جای دیگه. در سرزمین شما بدون وقتی که مرض طاعون سفر نکنین و در جایی که مرض طاعون میاد در اون سرزمین باید شما داخل نشین. در سال 18 هجری در زمان خلافت عمر بن الخطاب در منطقه شام مرض طاعون آمد. عمر بن الخطاب میخواستن داخل شهر قصد سفر کرده بودن. وقتی که در دروازه شام رسیدن بر شوال آوردن که در منطقه طاعون آمده نباید داخل شویم. عمر بن الخطاب کی از کدام حدیث از رسول الله این بار یاد داشته باشه که کسی ما را منع کرده بود. والله ولا فکر عبدالرحمن ابن عوف فکر میکنم که بلانش برش گفت که ما از رسول الله میشنیدیم در سرزمینی که طاعون ما نباید داخل شویم و در سرزمینی که و نباید از او بیرون هم شویم در سرزمین باید داخل هم نشویم. عمر بن الخطاب خواست دوباره قبل نشینی میکنه. در این طاعونی که در این منطقه آمده بود رسول خبر 25000 مسلمانان در این چی کردن وفات کردن. از اون جمله بزرگترین صحابی ابو عبیده عامر بن الجراح که به نام رسول صلی الله علیه و آله امین امت خود میگه که امین امت رسول صلی الله علیه و آله کی بود؟ ابو عبیده بن الجراح. حتی عمر بن الخطاب در وقت جنگ کردن خود وقت شورای 6 نفری تعیین کرد برای خلافت گفت اگر ابو عبیده زنده می بود یا کس دیگر نام گرفت مولا کس دیگر نام گرفت عمر بن الخطاب در جمله ابو عبیده نام گرفت. اگر او زنده می بود ما این خلافت به این میسپردیم به این 6 نفر نمیسپردیم که بین خود مشورت کنیم. این دلالت به این میکنه چرا که جمله کسایی بود دستور که امین امت ماست یعنی امانتکار امت مکی است ابو عبیده جراح و در این مرض طاعون در این منطقه وفات میکنه. ولی از طرف عمر بن الخطاب در منطقه میباشه. این جمله علامات قیامت با وفات پیوست. از جمله علامات صغرای قیامت که رسول صلی الله علیه و سلم از این خبر داده زیاد شدن مال
حتی در حالت است که مردم از گرفتن صدقه ابا می‌وردن، مردم حتی صدقه رو نمیگیرن. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بخاری روایت میکنه و مسلم، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. قیامت تا وقت برپا نمیشه رسول الله، تا وقتی که در نزد شما مال زیاد نشه. فیفید، مطلقا فراوان میشه که مثل یک چیز یفید به این معنی که سرازیر میشه. حتى يهم رب المال من يقبله من صدقة منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرى بلي فيه. حتى بيتك حالت میرسه که صاحب مال صدقه خود بیرون میکنه، زکات خود بیرون میکنه، کسی را پیدا نمیکنه که صدقه رو بگیره. حتی مردم میگن ما به این محتاج نیستیم. در این هم شکل علما دو تفسیر دارن که چی وقت به وقوع میپیونده. در این مطلقا شک نیست که در زمان عمر بن عبدالعزیز که خلیفه راشد بود این کار صورت گرفت. یعنی در عمر بن عبدالعزیز سال 99 خلافت کرده و سال 101 وفات کرد. دو سال خلافت عمر بن عبدالعزیز بود. در زمان عمر بن عبدالعزیز ببینید یک نشانه‌ای چی است؟ معجزه رسول صلی الله علیه و سلم از خبر داده. یک نشانه روز قیامت. عمر بن عبدالعزیز در زمانش مردم آمدن برش گفتن که ما زکات را که جمع کردیم، مالهای زکات را که جمع کردیم، کسی حاضر نیست که مال بگیره. یعنی ببین سرزمین اسلامی در اون وقت کجا بود؟ سرزمین اسلامی پایتختش دمشق بود و از طرف شرق با خراسان این مناطقی که امروز به نام افغانستان میشه، مناطق خراسان ایران مناطق بود و از طرف غرب به اندلس به اسپانیا. این اسپانیا و پرتغال جزء نظام اسلامی بود. ببینید که سرزمین تقریبا گفته میتونیم که نیم دنیا زیر سیطره مسلمانان بود. چون اسلام تطبیق شده بود، ببینید که آمدن از تمام ولایات کسایی که مکلف به چیز بودن با جمع‌آوری مالیات و زکات بدن که خود مردم باید تقسیم شود، گفتن ما از مسلمانان کسی را پیدا نکردیم که زکات بگیرن. عمر عبدالعزیز امر کرد گفت شما ببینید که هر کسی که هر جوانی که مجرد است و ازدواج نکرده با امین مال بروی مال بتن که ازدواج کنه، براش خانه تیار کنه. بعد از چند وقتی باز آمدن گفتن این کارم کردیم، خرجان مال خیلی پیش ما زیاد است. گفت برین به فقرای اهل ذمه یهود و نصارا باشه، به فقرای اهل ذمه این یهود و نصارا که در زیر بیرق اسلامی بیات تقسیم کنه. باز تقسیم کردن گفت خرجان زیاد از مال کسی نمیگیره. این خود دلالت به این میکنه که معجزات رسول صلی الله علیه و سلم است که رسول صلی الله علیه و سلم خبر داده بود. در حدیث پسان ما شما میخوانیم یک صحابی رسول صلی الله علیه و سلم خبر داد، گفت قسم به الله عز و جل است، گفت روز رسیدنی است که یک زن از یک منطقه عراق گفت از این منطقه سفر میکنه و میایه به کجا میایه؟ به سرزمین حجاز و مکه و مدینه میایه، از هیچ کس خوف نداره، تنها میایه، میگه تنها سفر میکنه. گفت ما حیران ماندم که این مردمای قطاع الطریق در این مناطق هستن، اینا کجا هستن؟ حتی نام یک قبیله را که به اینجا مشغول بودن کارشان همین چیز بود، قطاع الطریقی بود، میگی به فکر آمد که اینا در وقت کجا خواهد بودن. گفت باز رسول ما اشاره کرد این پسر حاتم طایی بود، از این نام داشت. گفت روز در رسیدنی است که ما قصر کسرا را در فارس گرفتنی هستیم و مال مسلمانان تقسیم میکنن. گفت ما حیران ماندم. و سیومی گفت همین چیز بود که رسول هم ذکر کرد که در وقت رئیس که مال کسی نمیگیرن. و عدی ابن ابی حاتم طایی خودش میگه من تا کدام وقت زنده بودم؟ تا وقت زنده بود که زنها حرکت میکردن از عراق میآمدن به مکه و مدینه تنها، از کسی مطلقا خوف نداشتن در راه، چون به خاطر اسلام تطبیق بود. و در پالی ازی گفت ما در جای بودم که کسرا خزائن شما گرفتیم و اموال چه غنیمت راهی کردیم به مدینه نزد عمر بن خطاب. خود سیومیش هم گفت آمدنی است دور خواهد کدید و سیومیش زمان عمر عبدالعزیز بود. بعض علما کسایی که حدیث شرح کردن که همچو حالت یک وقت در زمان عیسی ابن مریم هم نیز رخ میده، در زمان مهدی ما شما در آخر ان شاء الله خواهیم خواند که وقتی مهدی خروج میکنه و جای که بین مسلمانان و غیر مسلمانان رخ میده، در این وقت است که مال پیش مردم خیلی زیاد میشه، آنقدر مال زیاد میشه که حتی بعضی کسا میگن وقتی که مال میبینن در روی زمین مال نمیخواین بگیرن به خاطر که مستغنی هستن، میگن حیف است که ما به خاطر از این مال صله رحم قطع کردیم، ما به خاطر از این مال کشتیم، ما به خاطر از این مال دزدی کردیم، ما به این خاطر مالی کارا کردیم. حتی میگن اینا گفتم میرن اما وقتی است که مال نمیخواین بگیرن، چون به خاطر که از این مطلقاً الله در حالت را میاره که اینا استغنا میکنن از اینکه مال بگیرن. از جمله علامات صغرای قیامت که است ظهور فتنه به این معنی که امتحان ابتلا و امتحانات را که الله زده میکنه، فتنه‌ای را که صادر میشه از بعض مسلمانان و اینا در خود در سرزمین‌های اسلامی. این جمله چیه؟ در جمله دلالت به این میکنه که
فرارتن روز قیامت خیلی نزدیک شدن. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن ان بین ید الساعه فتنه كقطع الليل المظلم. در نزدیکی روز قیامت به قدر قیامت برپا شود فتنه های است مثل پاره های از شب ظلمانی و تاریک. یصبح الرجل فيها مؤمنا و یمسی کافرا. این نفر از طرف صبح مسلمان است، از طرف شب کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. و شب کس مسلمان است و از طرف صبح چی میشه کافر میشه. دلالت به این میکنه، دلالت به فتنه میکنه که میآید رسول صلی الله علیه و سلم چی کرده از این خبر ساخته. در حدیث دیگه آمده در ارتباط از این یبیع دینه بعرض من الدنیا، یعنی که فتنه می است که بعضی مردم شب مسلمان روز کافر، روز مسلمان شب کافر. اینا کسایی هستند که دین خدا با متاع بسیار اندک دنیا چی میکنن؟ سودا میکنن. دلالت به این میکنه که فتنه در روز قیامت قبل از قیامت میاد. از جمله فتنه را رسول ذکر میکنن، از جمله فتنه‌ای که ذکر شده فتنه از طرف مشرق است که دلالت به عراق کنه. رسول صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگه که فتنه کس قرن شیطان، به این معنی که میگه شاخ شیطان ذکر میگه رسول صلی الله از این منطقه مشرق مگازی بلند میشه پدیدار میشه. در حدیث دیگه امام مسلم روایت میکنه، روایت از مسلم است، رأس الكفر من هنا، سر کفر مگازی چی میکنه پدیدار میشه منطقه مشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و آمده، حدیث که تبرانی روایت میکنه، حدیث صحیح است که رسول الله دعا کردن بر شام و بر یمن دعا کردن. کسی برش گفت به عراق هم دعا کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ان بها قرن الشیطان، درو میگه قرن شیطان است، درو فتنه ها میگه چی میشه برپا میشه. علما کنه بیاستن که اکثر فتنه هایی که بعد از وفات رسول الله در این منطقه عراق بود. روافض که ما شما نام تشریعات میکنن از این منطقه بیرون شدن، خوارج از این منطقه بیرون شدن، مذاهب ابتدایی گمراهان از این منطقه بیرون شدن. جنگ های بسیار کلان در این منطقه رخ داد، فتنه‌ای که باعث شد که صف مسلمان‌ها بشکنن. و طبیعتی وقت نیست که ما آدمی در کورس بخارش بگیره و این حدیث رسول صلی الله علیه و آله بود. ابن حجر ذکر میکنه که تمام فتنه‌ای که در امت ما مشاهده میکنیم اصلش در این منطقه چی به وقوع پیوست. اگر فتنه قدری از جهمی از معتزلی از زردشتی از مانوی از مزدکی تمام فتنه‌ها رو ببینیم اکثر از این منطقه. حتی فتنه‌ای که از مشرق نام برده میشه در جناب عراق نمیکنه، مثلا فتنه‌ای که بیرون از مشرق منطقه مثلا میاد. به ما شما مشاهده میکنیم مثلا فتنه قادیانی، فتنه مثلا انکار سنت مثلا صورت گرفت، اکثر از مناطق مشرق است. فتنه قادیانی بزرگترین خطرناکترین فتنه است که ما شما با خانش میگیریم ان شاء الله. و فتنه بهاییت مثلا از منطقه ایران که منطقه مشرق است مثلا با وقوع پیوست. فتنه انکار سنت بنام پرویزی که طایفه است در پاکستان و در هندوستان که منکر سنت است، این فتنه است. یعنی فتنه است که دلالت به این میکنه که منطقه مشرقی فتنه با وقوع. این دلالت به این میکنه که کل منطقه که از مالامال از فتنه است. دری یعنی جزء از منطقه بعضی مردم فتنه از چی میکنه ظهور میکنه. آمدن مثلا تتار و چنگیزی از این منطقه چی بود که از منطقه منگولیا بر آمدن به منطقه چی به مناطق عراق اینا سرازیر شدن. این دلالت به این میکنه. مقتل شهادت عثمان ابن عفان رضی الله عنه از جمله علامات روز قیامت است. همچنان جنگ که بین صحابه در گرفت، فتنه‌ای که بین صحابه در گرفت، این جمله چی از علامات روز قیامت است. بیرون برآمدن خوارج که خروج یک درس مستقل میخواه و فتنه خلق القرآن و همچنان اتباع سنه الماضیه. به این معنی که رسول خبر میده که روز رسیدنی است که بعضی از امت ما از یهود و نصارا پیروی میکنند در لباس دری. رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه لا تقوم الساعه، قیامت برپا نمیشه مگر اینکه حتی تأخذ امتی باخذ القرون قبلها شبرا بشبر و ذراعا بذراع. یعنی به این معنی که امت ما از امتهای پیشین تقلید نکنند. فقیل گفته شد که امتهای پیشین کی است؟ یا اینا مردم فارس روم هستند؟ گفتن یکی از خمینا هستند فارس. در حدیث میاد که یهود و نصارا هستند. صحابه پرسان کردند که مردمای قدیم یهود و نصارا کی؟ ما شما فلان روایت بخاری و مسلم است. و ما شما فلان بساطش ما خود مشاهده میکنیم که پیروی تقلید از کفار به چه شکل است؟ در لباس، حتی در نان خوردن، حتی دیگه. یعنی چیزی ما شما مشاهده میکنیم به شکل اشکال. خارج شدن مدعیان نبوت، کسایی که ادعای نبوت نمیکنند، رسول صلی الله علیه و سلم خبر میده که قبل از روز قیامت 30 نفر کذاب بیرون میشوند. اونا دعواشون همی است، در حدیث بخاری و مسلم است که ما رسول یا نبی هستیم. لا تقوم الساعه حتى يبحث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزن رسول الله. قیامت برپا نمیشه مگر قبل از 30 نفر کذاب بیرون میشوند، هر کدام به نوبت بیرون میشوند و دعواشون همی است که ما نبی هستیم. و اولینشان مسلمة الکذاب بود. زمان اساس هم دعوای نبوت کرده بود. گفته بود که رسول هم گفت مرد نبوت شریک. سوزو فکر میکرد که نبوت هم فروخته شده، این دکانا رو مرا شریک بساز به یک رسول الله
و کسایی بود مسلمة الکذاب در جنگ یمامه در زمان خلافت ابوبکر مردار دور مسلمان ها و قتل رسانده. اسود الانسی از کسایی بود، سجاد کسایی بود که دعوای نبوت کردن. در زمان ما شما مثلا غلام احمد قادیانی که دعوای نبوت کرد، کسی دیگه در چند سال پیش در غرب در اروپا دعوای نبوت کرده بود. در بی میکنه که مردم ظاهر میشن و حتی از ابو حنیفه رحمه الله نقل قول است، حتی کسی که مدعی نبوت است میگه من نبی هستم، اگر کسی رو بگوید که معجزه چی است این به کافر میشن. به خاطر نبوت ختم شده که معجزه باید مطالبه معجزه این مطلقاً چی است. جمله له و لعب است. کسی که مثلا کسی گوید که من نبی هستم، از کسی طالب چی شد معجزه شد. حالا که ابو حنیفه رحمه الله میگه نبوت و رسول الله صلی ختم شد و کسی که بعد نبوت دعوا میکنه و مطلقاً دعواش مردود است و انسان کس کافر است، کسی پیدا میکنه کافر است. و تبیین باشیم که یک بحث عقیدوی است. اگر مثلا کدام قادیانی مسلمان میخواد مسلمان شود، یعنی کسی که دعوای نبوت میکنه میخواد مسلمان شود، در اسلام تنها کلمه کافی نیست که بخواد الله محمد رسول الله. این تنها کافی نیست، چرا؟ به خاطر که همه کسایی که دعوای نبوت کردن پیروانشان، اونا میگن که الله محمد رسول الله. قادیان فلان میگن الله محمد رسول الله. در این مشکل نیست. مشکل به است که اینا غیر از رسول الله کس دیگه را به نبوت چی میکنن؟ به نبوت به از این خاطر اینا به هستن که باید وقتی که شهادت میشه به شکل بدن که الله محمد رسول الله و محمد صلی الله علیه و خاتم الانبیاء و المرسلین است. بعد از رسول الله نه نبی نه رسول. و غلام احمد قادیانی کسی کذاب دجال است، یک از دجالا بود. بعد از این باز ما دلالت به این میکنه که ایمان در غیر از اونی، چرا؟ به خاطر که دعوایش نمی است. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قیامت تا وقت برپا نمیشه تا اگه آتش از سرزمین حجاز بیرون نشه. از سرزمین حجاز آتش بیرون شود تا گردنهای شترها در منطقه شام، در بصره منطقه در شام است، از زمین روشنی آتش درون دیده نشه. جالبی است که این واقعه در سال 654 هجری، یعنی 6 قرن بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله حادثه رخ داد. امام نووی رحمه الله میگه که حادثه در وقت ما رخ داد، یک آتش از حجاز بلند شد، آنقدر که تمام منطقه را روشن ساخته بود. از این منطقه بیرون، یعنی 6 قرن بعد برای ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن. خود دلالت به این میکنه که با نبوت رسول صلی الله علیه و آله قرآن کریم کتاب حق است و دلالت به این میکنه که قیامت خیر نزدیک است و باید امت چی باشه؟ آمادگی باشه که ملاقات الله رو کنند.